اگه شما جزو اون خانواده‌ای هستین که میرین میوه فروشی و نمیدونین که انار شیرین و انار ترش تفاوتش چیه و همینطور وای میسین نگاه میکنید به میوه ها نگاه میکنید، امروز اومدم به شما چند تا تکنیک خیلی ساده به شما آموزش بدم که وقتی رفتین انار انتخاب کنید، انار شیرین انتخاب کنید. تا انتهای ویدیو همراه من باشید. سلام و درود، وقت بخیر. امیدوارم که هر جای کار خاکی زندگی میکنین حال دلتون خوب باشه. من دکتر جویس هستم. امروز اومدم در رابطه با انار صحبت کنم، این میوه بهشتی و خوشمزه. و خیلی از شما دغدغه دارین وقتی که وارد میوه فروشی میشین میمونید که الان این انار شیرینه یا ترشه. چند تا تکنیک خیلی ساده داره، میخوام به شما آموزش بدم وقتی رفتین میوه فروشی انارهای خوشمزه رو انتخاب کنین و نوش جان کنین. اولین نکته خیلی ساده است، اینه که شما وقتی که رفتین میوه فروشی اگر دیدین که انار کاملا یه شکل دایره‌ای داره، اونو نخرین، انار ترشه. هرچند قبل از اینکه میخوام در مورد خواص انار بگم، انارهای ترش و انارهای شیرین هر کدوم خواص خودشو داره که در این ویدیوی مجزا من به اون میپردازم، ولی میخوام در رابطه با این بگم که حالا بعضی اگه دوست دارن انار ترش انتخاب کنن داستانش جداست، اونایی که میخوان انار شیرین انتخاب کنن هم داستانش جداست. ولی از اونجایی که خیلی استقبال به سمت انار شیرین زیاده، یکی از مهمترین فاکتوراش اینه که اگر دیدین که انار کاملا دایره شکل مثل پرتقاله، این انار به احتمال زیاد ترشه. اما اگه دیدین انار از این بغل ها شکل مکعبی داره که ناهمگون هم هست، جاش زده بیرون مثل این انار دست من، این نشان دهنده ای که انار شیرینه، به خاطری که آب زیادی به خودش گرفته و فشار به دیواره های انار آورده. تشخیص دوم، وزن اناره. شما اگر عزیزان وزن انار وقتی دستتون میگیرین، انار سنگینه، آب زیادی به خودش گرفته، انار خوب آب خورده و این انار به احتمال زیاد شیرینه و انار خیلی خوب میتونه باشه برای مهمانی های شما و آبروتون جلوی فامیل ها مهمانی ها نره. این یه خرید خوبه. به خصوص آقایون این کلیپ رو بیشتر ببینن، خانم ها اگه این ویدیو میبینین بفرستین برای شوهران عزیزتون که وقتی میخوان برای خرید کنن خرید انار یا میوه یلدایی خوشمزه و شیرین و آبرومندانه انتخاب کنن. نکته سوم، رنگ انار عزیزان. اگر رفتین میوه فروشی دیدین رنگ انار رنگ زرده، رنگ همچین بیحاله، این نشان دهنده این میتونه باشه که انار ترشه. اما اگر مثل این قشنگ سرخ و کاملا رنگ خیلی خوبی داره، این نشان دهنده این که انار شیرینی به احتمال زیاد. این که میگم به احتمال زیاد چون 1% میتونه در این خطاهایی باشه. بعضی انارها هستن که انارهای کلا پوستشون زرد یا سفیدن، اونها معروف به انار قندن که انارهای سمت شیراز، سمت کاشمر، سمت سمنان، بعضی از شهرهای ایران هستن که انارهای کلا معروف به انار قندن، رنگشون سفیده، اونها مجزا هستن. ولی اناری که شما انار سرخ انتخاب کنید، رنگش خیلی رنگ همچین نارنجی مانندی داره، زرتوری داره که قاطی پاتی رنگش، این انار به احتمال زیاد ترشه، آب کمتری خورده و این انار انتخاب خوبی نیست برای مهمانی شما. نکته بعدی، اگر روی انارتون لکه های زرد و سیاه دیدین که دارم اینجا میذارم میبینید کلیپشو، جایی که سوخته شده، این سوختگی هایی که در انار شما میبینید این به احتمال زیاد انار آفتاب خورده و رطوبتش رو از دست داده و این انار بله ترشیه. اگر که انارتون این شکلی قرمز و براق و خیلی خوش رنگ و خوش لعابه، این کاملا نشان دهنده اینه که یک انار شیرین میتونه باشه. نوش جان شما. نکته بعدی، اگر شما اناری که انتخاب کردین بعضا سایزش خیلی کوچیکه، خب بعضی از انارها سایزش کوچیکن و این نشان دهنده که این انار در بعضی از شاخه‌های درخت آب کمتری خورده، میتونه اون انار ترشی باشه. وقتی انار درشت باشه، وزن سنگینی هم داشته باشه، این انار تغذیه خوبی شده و به احتمال زیاد پس آب انار بیشتری داره و انار شیرین تره. این تشخیص بعدی. مورد بعدی، اگر شما انار رو با دست همین حالت که دست منه، شما فشار کوچیک رو پوستش بدین، کاملا صدای یه خرچ و خرچی زیر پوست میاد. ببینید کاملا این صدای، من اینجا جلوی میکروفون میگم شما صداشو بشنوید، این صدای خرچ و خرچی که احساس میکنید شما میوه فروشی رفتین دستتون انار بگیرین و میبینید این کاملا مکعبه و فشار آورده به دیواره. یه فشار کوچیک که میدین این کاملا یعنی این پوست نازکه و آب زیادی داخل این انار داره و انار شیرینیه. و این نکته خیلی مهمه. در انارهای ترش این شکلی نیست، پوستش بعضا خیلی کلفته، ضخیمه و
بعضا شما هر چقدر که بخواید فشارم بدین میبینید که این انار اصلا هیچ چیزی احساس نمیکنه و کاملا میبینید که این آب انار آب کمتری داره و انار ترشه. این یک راهکار دیگه است. نکته بعدی این دم انار عزیزان. اگر میخوایم بفهمیم که دم انار علت تشخیصی بفهمیم که انار شیرین یا ترشه اینجاست. اگر این دم انار رو، من یه انار دیگه اینجا گذاشتم که به شما نشون بدم، دو تا انار گذاشتم اینجا. اگر این دم انار این خشکیده است، کاملا خشکه، وقتی این انار میبینید کاملا خشک دمش، این نشون دهنده انار شیرینی بوده دیگه، وقت رسیدنش بوده و وقت چیدنش بوده. اما اگر یه جا رفتین دیدین که این دمش داده بیرون و کاملا سبزه، یعنی یه تیکه دم این سبزه، بدونید که هنوز این انار کار داشته و هنوز باید تغذیه میشده، ولی خب زود چیده شده. یکی از تشخیص‌های خیلی خوبی دیگه این ته اناره. ته انار رو بردارید و اگه نگاه کنید اگه خشکیده است و حالت زرد و خشکه، این نشون دهنده انار شیرینه. نکته بعدی کلاهک اناره. اگر انار خرید کردین دیدین این کلاهکش این شکلی بازه کاملا و این پوشالاش سرحاله، نشان دهنده که انار شیرینه و تازه هم هست. در این ویدیو که الان من دارم میذارم شما میبینید این کلاهکش الان بسته شده. این کلاهک بسته نشان دهنده اینه که انار ترشه. پس کلاهک باز، این انار خوب تغذیه شده و انار شیرینیه. و نکته نهایی رشته است. رشته‌های داخل اینجا اگر دیدین که رشته‌های کاملا سرحالی داره، رشته‌اش کاملا مشخصه و بی‌حالی است و سیاه نیست، این نشان دهنده اینه که انار شیرینه. چند تا تشخیص خیلی ساده بود، اهم از دایره بودن، وزنش، رنگش، پوستش، سایزش و همه این مواردی که گفتم رو یادداشت کنیم، بفرستین برای کانال خانوادگیتون، برای دوستانتون، در شب یلداشون، در زمستونشون یه انار خوشمزه و شیرین انتخاب کنن. نوش جانتون. خدا نگهدار.